سلام علیکم بچه ها. خب این ماه ها گذشت، روزها گذشت و گشتیم به ابرامیان مثال های امر حل کردیم در چقدر بگیم پایتون بازی پایتون در درس ها و مکتب های میانه بسیارتر رو میستیم. خب قسمت دیمی پایتون رو آغاز میکنیم. این مثالی چقدر که میبینیم 5 مکار کردیم هم نیست دیگه. نگذاریم به مثالی ششم. او چی گفته است این مثالی ششم؟ خب مثال ششم درازی تیغه های پاراللیپیپد راستگونجا A, B و S داده شدهاند حجم آن V برابر A ضرب ضرب S و مساحت سطح آن S برابر D ضرب خلاصی که انهمی چیز یافته شوند. فرمول خیلی در اینجا خودشون موندگی هستند. روی همین ما در اوقات مثال چیکار میکنیم؟ کارش میکنیم. خب آغاز کردیم اگه برنامه ما شد. برمیگردیم ما سه تا داخل کننده داریم. یکم از سه داخل کننده رو آغاز میکنیم. ما A, B و S اینجا در میمونیم S اینجا در میمونیم B. خب ما باید چند قرار خارج کنیم. ایشه نگاه میکنیم. ما برای خارج کنیم V داریم و S داریم، یعنی دوتا خارج کننده داریم. در در ایرا ما V داریم S داریم. برای خارج کنیم علاقه کاریشا آغاز میکنیم. A داریم A ضربی B ضربی S یکم شای دیمش ما داشتیم در اینجا فرمولا را نگاه میکنیم. داریم د ضربی انا ما در داخل قوس میرفتیوش A ضربی B جمعی B ضربی S جمعی A ضربی S. اینطوری چیو ما داشتیم در داخل قوس A ضربی B جمعی B ضربی S با جمعی A ضربی S. انا ما داریم. خب برای مبادا ما یک باری را میسنجیم گفتی گپا رن مادرس حسابه اوکی بس نازند. ما یک قوس را محکم نکرده ایم برای همون قدر. خب مادر سخنیتش میکنیم A رو داخل کنیم A1 B2 و S2 چرا که میبینیم هر سیش رو جمع کنیم دکاره خلاصی گپ روی فرمولا همش ضرب قاطی میسته. دکاره یک دو سه کاره دو شش درست. اگر جمع شما هم کنیم شش میشه خیلی خلاصی که باید جمع میشه معلوم میشه که یک بار متمتیکی حساب کنیم دو ضربی در اوتایولی. خب یک کاره سه یک کاره دو میشه جمعی دکاره سه شش. خب هرش رو جمع میکنیم دو بودن دو و شش آن ایجاد یک سه سه نه میشود نه کاره نه کاره دو هجده. آن اینجا چی داره که کجایی که خطا شد نه اینجا درسته. ما خودمان در حساب متمتیکی خطا حساب کرده بودیم. اینجا دو میشود ای شش میشود هر دو را جمع کنیم هشت میشود آن ای را ضرب کنیم ای تک سه میشود سه ضربی هشت یازده میشود یازده کاره دو تمام 22. خب برمیگردیم گپ کمترش میکنیم که برای مثال منازی سجاش بسیارتره. در مثال دیگری در میگذاریم. مثال هفتم اعضای کلماتی داشته L در دوره L و مساحت دایره S یافته شوند. L برابر خلاصیه بنامی چیست به صفت قیمتی P 314 استفاده برده شود. آغاز میکنیم کورا. خب ما یک داخل کننده داریم او هم باشه ایره اینجا اصلاح میکنیم در کور نیست. خب پرینت ما برای خارج کنی داشتیم ال قطی اسم اینجا می نویسیم ال بیشتر می نویسیم اس خودش هست. خب در اکم ما باید در مساحت بیایم. خب
د ضرب پی با جای پی ما 3 رو از 114 را استفاده میبریم. د ضرب پی ضرب ار. انا این مساحتی ایشه. انا اشتراک می نویسم. برای مساحت یافتن پی ضرب در کوادرات فرمول عادی د ضرب ار اری ما باشه در کوادرات. خب یه بار بسنجیم. سخنش میکنیم میگویم. خب قیمت ار را ده میگیریم. الما داده ایش 8 د ضرب ار ضرب ها 6 خب برکتی او درسته. ها ایشتی د در کوادرات 4 میشه 4 کاره 10 8 درستی شد. دوام شده. مثالی نوبتی هشتم مثال عددهای ابعاد جدا شدن میانه اریتمتیکی آنها ا جمع ب تقسیم د یافته شود. خب دو قیمت داریم دو تا داخل کننده. خب ما داریم ا ما داریم ب داریم ا داریم ب مانده یا تا داریم رفع یا تا یا توضیح میکنیم. خب میانه اریتمتیکی آنها خواهیم 3 میگیریم ایجادا منویسونیم در داخل قوس ا جمع به تقسیم 2 یک بار میسنجیم. خب قیمت یک تاشا 4 یک تاشا 5 نه میبینیم علاقه جواب ما 4 ببینیم برای درسته. خب مثالی دیگری نه هم عددهای ابعاد جدا شدن میانه گیومتری آنها یافته شد یعنی ریشه کوادراتی اساسی ضربی آنها. خب اینجا یک فرمولای نو میشود ریشه کوادراتی. این را از شما میفهمیم که در پایتون چقدر مینویسم. از آغاز کنیم ایمپورت ما از آغاز کنیم زبان توجیکی. خب ایمپورت مازه فراد میکنیم که برنامه بفهمه که ما چکار کردنیم. خب هنکا خودی ایده میگذاریم اینجا در اس برابری میشوه ماز نقطه اسکویرتی شاید که در دیگر چیو ما علاقه استفاده می بودیم قوس میشود در قوس علاقه ما مثالمون می نویسونیم از ضربی ب چکاله که در همینجا آورده شده است در مثال ما هشتیم در مثال نهم بود ضربی ب میانه اریتمتیکی شای گیومتری شای افتستاد. با همین این مثالمون هم با آخر میرسم میگذاریم برای مبودو یا بار میسنجیم اوکی سیوت. خب ایشا 4 با ایشا 5 یک 4 نیم خلاص گلی هردش اگر زردمون 4 کاره 5 20 قریب طوری میگیره و 25 برای هم 4 اگر 25 میشه جواب باید 5 میبومد. خب دوامش میتیم مثالی 10 ما میخونیم. دو عددهای غیر صفری ا و ب داده شده‌اند حاصل جمع طرح ضرب و تقسیم کوادراتی آنها یافته شوند. البته این مثالا علاقهش با چندین بار کار کردید خودتون میدونید. خب برای این کار اجرا کردن شما میدونید که ما مجبوریم همینها را به کوادرات برداریم. خب یک تاشا میبردیم بعدا فرمول حلش میکنیم که ماده آسان تر شود. فرمول هست خب در کوادرات ما با شما علاقه گفتم که کوادرات با اصول استفاده بوده میشه بعدا ضربی ب در کوادرات یکمش جمع میشود ما حاصل جمع کار میکنیم. طرح کار میکنیم سه مشت ضربه خودی ضربه بعدا چهار مشت
تقسیم. همش درسته هر دو طرف، فقط سنجیدن موند. یه بار میسنجیم. اوکی. حالا یکم خطاگی پیدا شد. ما اینجا هاوسا را فراموش کردیم یا تاییشون رو بگیریم. برای همین یک خالصی را میگیریم و باعث که سرش میتیم. قیمت یکم با همون 4 با همون 5. خب 41. یه بار میسنجیم. در کوادرات. ما در کوادرات 16 میشه. ما در کوادرات 25 میشه. 16 و 25 30 و 41 درسته. خب باعث معلوم میشه که پایونگیوش هم یه بار ختم میسنجین میبینید. با همین سروران خانواده باشین تا نوارهایی که در روی پایتون میکنیم سلامت و سر بلند باشین.